سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 26 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فشرده موضوعهای برنامه اخبار امروز را به سمع شما میرسانم. شکل کامل این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. در حمله به پاستگاه اشقاباد بیش از 30 نفر شرکت داشتند. این معلومات از زبان یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نشست در شهر دوشنبه صدا داد. به قول او در میان حمله‌وران نابالغان نیز بودند و رهبری حمله نفری دارای بوده است. اگر 3 ساعت پس در برنامه خبری با ما بپیوندید در این باره جزئیات خواهیم داد. یادآور می‌شویم که در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد در حدود ناحیه رودکی 15 حمله‌ور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته، 5 حمله‌ور دستگیر شدند. مقامات گفتند که حمله کار جنگجویان گروه تندروی به نام دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زولی افغانستان وارد خاک تاجیکستان شدند. بزرگمهر یاروف و نوریدین محکموف شامل اوف شدند. بنابر معلومات منبع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی چند سال از مهلت زندانی این دو وکیل دفاع شناخته تاجیک کم شده است. همکاران ما تلاش دارند تا آغاز برنامه خبری تفصیلات بیشتر را پیدا کنند. با حکم دادگاه بزرگمهر یاروف به 28 سال و نوریدین محکموف به 21 سال زندان محکوم شده بودند. اسم بزرگمهر یاروف همراه با نوریدین محکموف، زید سیدوف اعضای ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و دیگرها در فهرست زندانی‌های سیاسی سازمان‌های حامی حقوق انسان یاد می شود. مقامات در تاجیکستان وجود زندانی‌های سیاسی را رد کرده میگویند که جنایت‌های صادر کرده این افراد انگیزه‌های سیاسی ندارد. خشونت دوام دارد. در سال جاری صدها نفر در تاجیکستان خشونت و زورگویی در خانواده به مقامات شکایت کردند. حکومت تاجیکستان نیز اعتراف میکند که با وجود رسیدگی به این مشکلات و چاره‌های اندیشیده شده، زورآوری در عائله همچنان باقی میماند. حامیان حقوق بشر بر اینند که در تاجیکستان خشونت خانوادگی را همچون جنایت خاص حساب نمیکنند و گناهکاران را برای ضرب و لعن، حمله و آزار روانی جزا هم نمیدهند. چون چرای این موضوع را در برنامه خبری در یک گزارش علاهیده پیشنهاد شما خواهیم کرد. در شهر بیشکک قرقیزستان ضد فسادکاری تظاهرات برگزار شد. ساکنان گفتند تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرکی قرقیزستان گرفتند. بخش قرقیزی رادیو آزادی در یک جایگی با مرکز تحقیق فسادکاری و جنایت‌های سازمان یافته و سامانه کلوب نقطه کیجی قسمت دوم تحقیقات روزنامه‌نگاری را درباره به خارج بردن 700 میلیون دلار از قرقیزستان نشر کردند. روز 10 نوامبر در شهر استانبول ترکیه یکی از چهره‌های کلیدی تحقیقات روزنامه‌نگاری تاجر چینی ایرکن سایمتی کشته شد. وی در صحبت با روزنامه‌نگاران اقرار شده بود که خانواده معاون پیشین رئیس خدمات گمرک ریمبک ماترایموف در فسادکاری دست دارد. تا ختم موسم تیرماهی دعوت به خدمت 4 روز دیگر باقی مانده است، ولی طور دیده می شود سرباز شکار و یا ابله و پایان نیافته است. والدین در ولایت ختلان شکایت می کنند که پسری دانشجویشان را اجباراً به خدمت بردند و کسی به دادشان نمی رسد. گذشته از این به ادعای آنها به مسئولین دانشگاه که این جوان تحصیل می کرد فشار آوردند تا او را از این مؤسسه خارج کنند. اصلی واقعه را 3 ساعت بعد برایتان خواهیم گفت. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.